این مسئله حیض است. خواهرانی که میگویند آیا میتوانم من پیش از رفتن دارو خورم؟ برای دارو خوردن لجنه علما هم، علمای عربستان سعودی هم، دیگر لجنه علمای مثلا مصر و دیگر دولت ها هم اجازه میدن که شما دارو خورید. اگر فکر کنید که می روید مثلا برای 20 روز یا برای 10 روز یا برای 2 هفته، 10 روزش یا 7 روزش حیض استید، اگر دارو خورید باکی ندارد. اما مشکلی این است که اکثریت خواهرانی که دارو میخورند برعکس می شود. یعنی میگن از پس از دارو خوردن یعنی یکی خون می آید یکی نمی آید، عموما ما پریشان می شویم. برای همین کاش عمره شما یگان اگر 20 روزه باشد مثلا، عموما حتی دارو نخورده در همون وقتی که حیض هستید انتظار میشوید و شما در اون وقت مثلا طواف نمی کنید. حتی سعی جایز است بین صفا و مروه به کسی که حیض است، فقط دعا کرده در اطراف میگردید و طواف نمی کنید و بعد از اینکه از حیض پاک شده طواف رو شروع میکنید. یعنی